الحمد لله رب العالمين. Vallahi güneşten giriyor. Ver bak. Bir somadan girer bu. Bir somadan girer. Vallahi bir gidiyor. Şokicim. Ne şok? Şoki. Kamera kalırız. Ya İsfer. Hep bir vaziyet. آقای عزیز برای همه معلوم است که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارک برای ما و شما گوشزد کرده میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه برای یکایک ما و شما گوشزد میکند که بندگان من برای شما مرگ آفریدم و حیات آفریدم و یکایک شما را الله میگوید که میسنجم کدام شما کار خوب میکنید و کدام شما کار بد میکنید. قومای عزیز، برادران ارجمند، بیایید خودمان در نفس خودمان ظلم نکنید. الله سبحانه و تعالی ملائکه های آفریدگی است که هر یک سخن ما و هر یک عمل ما را لحظه به لحظه می نویسد. الله سبحانه و تعالی میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله سبحانه و تعالی گوشزد کرده میگوید ای بنده زبان تا بیهوده نکشا. هر سخنی که از زبانت میبراید الله سبحانه و تعالی میگوید که ملائکه های ما نوشته میکند. فقط در نزد الله جواب میدی. یک کس دشنام دادی فقط در نزد الله جواب میدی. یک کس تحقیر کردی فقط در نزد الله جواب میگویی. یک کس حق خوردی فقط در محشر در نزد الله دعوا میکند. یک کس یش پلاو زدی فقط در نزد الله جواب میگویی. نزد الله بگیره میکند که ای الله انا من مرزد همین حقی مرا خورد. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ الذي خلق الموت والحیات. الله میگه ما برای شما مرگ آفریدم. هیچ کس در کره زمین باقی نمیماند. کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و اکرام. الله میگه که همه مرگ میچشد بغیر ذو الجلال و اکرام. بغیر الله دیگه همه مرگ میچشد. من برای ما همه معلوم است که یک چند ماه پیشتر عروسی بابای حکمتنا دخترچش در همین مکان جنازه کرده بود. اگر شما شاهد باشید بعضیتان همینجا در صف بودید دخترچی عروس در همینجا جنازه کرده بوده. امروز نوبت بابی حکمتلا خودشید. شاید مردمی که در صف ایستادگی است همین آخران جنازه خواندگی تو باشد. نوبت ما و تو میشد. مرد حاضرم وقت از توبه کنیم نیتامون خیر کنیم کی از گناه باز نگردیم. ما برای شما یک آیت ترجمه میکنم و نماز جنازه را میخوانم. فضیل ابن عیاض فضیل بسیار قاضی شد. دوست بود، غارتگر بود، زیناکار بود. بالای خانه دیوال یک بیوزن برای دزدی در آمد. همسایش در نیم شب قرآن تلاوت میکرد. نماز تهجد میخواند. الحمد خواندند ولم قال امین گفتند. بعد وی تکرار میکرد الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ای بندگان من آیا وقتی نرسید است که تو از گناه باز بیستی؟ آیا وقتی نرسید است از عرق نوشی بیستی؟ آیا وقتی نرسید است که سیگار را پرتویی؟ آیا وقتی نرسید است که از پیوانوشی باز بیستی؟ قومای عزیز در شما سخت نرسد. برای بعض شما فرق ندارد 20 ساله عروس هم جنازه کنید فرق ندارد. 100 ساله هم جنازه کنید فرق ندارد. برای که دین تو سیاه است. آیا وقتی نرسید است که ما توبه نکنید؟ حاضرم برادران ارجمند وقتی آمده است که از گناه ها توبه کنید. مرد انا نخیر باید ما چکنه که در بابای حکمت الله ما بعض پگاهی ها بابی حکمت الله را میدیدم از سر قبرستان از زیارت دخترش می اومد. باور کنید ما پیش نمیرفت برای که گریه کرده می اومد از سر قبرستان. پیش خونی ما کدی میگذشت من میدیدم شه مرحوم یعنی من میکردم که گریه کرده سر قبرستان میرفت گریه کرده می اومد. این روز من حالش از دنیا گذشت. فراموش نکن کسی در صف ایستادی مرگ یکی ما شما را میاد دریاب میکنه. الله چی میگه؟ اینما تکون یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده.
در کدام قصر محکمی نباشی مرد دریا بود میکنم، مرد تو رو دریا کرده میکشد. برای این وقتی آمد از قومای عزیز از گناهمان توبه کنیم، آدمی خوب شه، نیتامون خیر کنیم، بخل و کینه را از سینه‌مان دور کنیم. حاضر من همی شما بعد در صف ایستادگید یکدیگر قدر قهری قومای عزیز یکدیگر قدر سر نمیکنیم. کی برداری بعضی؟ یا که فراموش نکنید یه روز میمونیم، فقط در نزد الله جواب میگیم، میریم در لحد میسپاریم، گشته میاییم، هر کس از کارهای کردگی خود جواب میگه، از تنی هیچ کسی که جواب نمیده. برای این سبب در آخر خداوند سفری با بی حکمتگاه را بی خطر بگرداند. برای همه معلوم است که با بی حکمتگاه چندین سالا در همین زندگی میکردن، حق همسایگی، حق خیش تباری، اگر کسی در بالاش یگان قرض داشته باشد منه خیش تبارش در این هستن ادا میکنن. لکن قومای عزیز وقتی بخشیدن است. الله سبحانه و تعالی میگه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بهترین بندگان الله کسی است که میبخشد گناه را، بخشنده را الله دوست می‌دارد. کسی قرض فرو میبرد، کسی در حق ظلم کرد میبخشد، الله دوست می‌دارد. وقتی بخشیدن است. اگر به شرط یگان نماز قضا داشته باشد الله مهربان است میبخشد، لکن اگر کسی قرض داشت به شاهد خیش تبارش هست اگر نباشد در حق دعا میکنیم. خداوند سفری با بی حکمتگاه را به خطر بگرداند و خداوند سؤال منکر و نکیر در زبان جاری بگرداند. در فرزندای باقی ماندنی صبر جمیل عطا فرماید. خداوند جمهوری ما را همیشه تنگی امانی بگرداند. پروردگار این کرنوی را از بالای مردم تاجیک برداشته بگرداند. خداوند مردم تاجیک بخل و کینه و حسد از دلش دور بگرداند، یا دیگر را دوست بدارند. عاقبت کار ما و شما را به خیر بگرداند. ارحم الراحمین. و برکاتو 30 ثواب. اگر کسی بگه که سلام علیکم مرد بر تو باد میشه، سلام مرد میگن، نگو سلام علیکم. بعضیا با تلفنشون گپ میزنن، مادرش چی میگه؟ سلام علیکم. مادر تو بمری، پدر تو بمری. این برادر السلام علیکم و رحمت الله بگو، السلام علیکم و رحمت الله بگو، یا که سلام علیکم و رحمت الله بگو. بعد حضرت خضر اجاش میخیزه میگه چی خدمت؟ میگه الله سبحانه و تعالی برای امر کرده در پیش تو من تعلیم بگیرم. میگه تو صبر مرا نداری، میگه ان شاء الله صبر میکنم. خب قصه کوتاه همی که در کشتی سوار میشن، کشتی را شکستن سر میکنه. میگه برادر همین انسان که به پول ما را سوار کرد چرا کشتی را میشکنی؟ گفت که من ترا گفتم در کاری ما چقه نشم. زمین فرو آمدن، وقتی که در راه میرفتن دیدن که یک بچه بازی میکرد، یک بچه را سرش گرفت، یک بچه زیبا. گو ای برادر تو آدم کش بودستی؟ گو من ترا گفتم در کاری ما چقه نشم. گو اگر همین کرا چقه شدم ایت جدا میشم. گو خب اوستا رفتن یک دیواری کج بود، دیوار حضرت خضر راست کرد. حضرت موسی علیه السلام گفت برادر این سوره کهف قصهش میکنم. قصه حضرت ذوالقرنین هم همجا میکنن، شما فراموش نکنید. ذوالقرنین خب دو تا ذوالقرنین بود، یک تاش در دوره حضرت ابراهیم گذشته است که مسلمان بود، یک تاش اسکندر مکدون است که گریک بود، کافر بود. اسکندر ذوالقرنین در دوره حضرت ابراهیم گذشته است. بعد دیوار کی راست میکنه، حضرت موسی قدی جنجال میکنه که ما گرسنه بودیم، ما یک قدم از خانه ها نان طلبیم ندادن، چرا داغور نکردی؟ اول نان میگرفتی براس میکردی. بعد گفت که بین مو تو جدا. بعد در آخر چی میگه؟ و ما فعلته عن امری. این کارا رو ما از پیش خود نکردم، این از جانب الله امر بود. برای چی کشتی را ویران کردم؟ برای که در پیش از ظالم بود، کشتی زیبا را میگرفت کشیده خوشرو میشه. برای بچه را میگه سرش بریدم، برای که پدر و مادرش مسلمان بود، به خاطر فرزندشون اینا از دین میر اومدن، برای که کافر نشون پدر و مادرشون همین را سرش گرفتم. برای چی دیوار راست کردم؟ برای که این دو یتیم بچه بود در خاندان، پدرشون تنگو تلاش در تگ دیوار مانده بود که پگه کلان شوند زن بگیرند. الله سبحانه و تعالی مرا امر کرد که دیواری راست کن، پگه فرزندا کلان شوند، از پول پدرش استفاده برند. برای چی؟ و کان ابوهما صالحا، به خاطر که پدر این دو یتیم صالح بود. اگر کلام سردار خانه صالح باشه خداوند در خاندانش برکت میده. اگر کدام سردار خانه طالح باشه، بدکار باشه، مصیبت پدر در فرزندا میرسد، بی برکت میشه فرزندا. انا این قصه را الله میکنه که به خاطر پدر صالحشون که یک کافرست بود، فرزنداش الله برکت میده. کدام سرداری که تقوادار باشه، حضرت عبدالله مسعود پرسیدن، حضرت عبدالله مسعود پرسیدن که استاد ای شاگرد محمد علیه السلام تقوا چی است؟
بعد می حضرت عبدالله مسعود میگه که التقوا اربعه اشیاء، تقوا 4 کار است. یکمش الخوف من الجلیل، از خدا ترسیدن. الخوف من الجلیل برادران ذکر نشین، اکثر ما شما خدا نمیترسیم. بسیار دلمون سخت شده است، ای سنگ سخت‌تر است. در سوره بقره خداوند قصه یهودیان را میکنه، 3 مثال میاره. میگه یهودیان دلای شما ای سنگ است. برای چی؟ بعضی سنگ‌ها ای بینش آف هوا میزنن. واسه ما شما کو برایم ای کوی سنگ جمع میشه، هیچ کم نیست. برای چی جمع میشه؟ برای که ای ترس خدا جمع میشه. ای خدا میترسه سنگ. الله در سوره حشر چی میگه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. ای بندگان دل سخت، همین قرآنی که در شما فرستادم اگر در کوه میفرستادم ای ترس ما گریزه میشیدن. چرا ما نمیترسیم؟ چون که دلمون سخت شده است، چون یکدیگر دوست نداریم، چرا حرمت عزت نمیکنیم؟ سبحان الله. بیت بسوی خدا برگردیم. بیت سبحان الله. نگاه که پدر صالح بود، پدر صالح بود، بخاطر این پدر صالحش الله سبحانه و تعالی امر کرد پیغمبرش که دیوارش راست کن تا اینکه پلاش دیگر کس نخرد. امروز با بیزی کلا رو بودیم، پگه مرا میبریم، پگه دیگر رو میبریم. قبرستان وقتی که ما همینجا اومدیم خالی بود، رحمت نه بوی عوض بود، سری هم تیپه دار ابو بیا ولیم هیچ کی نبود. امروز پرسیده برو آمدیم ای 72 تا گودا گل کردیم همین با بیا امروز ای دروازه برو آمدیم. برای این سبب قومای عزیز پیغمبر علیه الصلاه و السلام و شما رو بدون چی میگه؟ میگه که ای امتان من، اگر بگویید که خدای ما از شما راضی شود، شما اول مرا اطاعت کنید. الله در سوره آل عمران چی میگه؟ قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله شرط گذاشت بگو ای محمد برای بندگان من، اگر کسی مرا دوست می‌دارد اول تو اطاعت بکنم، با ما مرا دوست می‌دارم و گناهش می‌بخشم. پیغمبر ما محمد علیه السلام از جانب الله رحمت للعالمین بود. آمد ما و شما را چی گفت؟ ای بچه من این آیشه جان حرمت کرد، پدر حرمت کرد، همسایه حرمت بکن. و همین حدیث میخوام، حدیث در بخاری است. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. کسی باور دارد به الله یا سخن زیبا بگوید یا سکوت کنه. بی‌معنی گپ نزن، نه در خونه بی‌معنی گپ زن، نه در معرکه بی‌معنی گپ زن. پیسته بی‌مغز اگر لب شود رسوا شود. آدمی بی‌معنی است سخن میگه خودش رسوا میکنه. برای این سبب چی میگه پیغمبر خدا؟ کسی ایمانی به الله داره و به روز قیامت باور داره چیکار کنه؟ یا سخن خوب بگه یا سکوت کنه. دیگه چی؟ و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی به الله باور دارد و کسی به روز قیامت باور دارد مهمانش گرامی بدارد، مهمانش حرمت بکند. سوم چی؟ و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. کسی باور دارد که الله یکایگانه شریک ندارد و کسی باور روز قیامت الله ما را میخیزاند، ما شما را میپرسد چی کار کند؟ همسایش احترام کند، همسایش احترام کند. قومای عزیز سیلی رحم کنید، خواهراتون دوست بدارید.